من سعید جمشیدی، دوره کارل دراو X5 رو در خدمتتون هستیم. خب قبل از اینکه شروع کنیم یک سری توضیحات درباره این دوره در اختیارتون قرار خواهم داد. اولا باید بدونید که نرم افزارهای گرافیک در دو دسته تقسیم میشن، یا وکتور یا بیت مپ. نرم افزارهای گرافیکی دسته وکتور، حالا برای اینکه راحت تر باشین من اینجا براتون یادداشت میکنم با سایز درشت که بهتر بتونید درک کنید. پس نرم افزارهای ما در دو دسته وکتور یا بیت مپ تقسیم میشن. نرم افزار وکتور اون دسته نرم افزارهایی هستن که برای طراحی از معادلات ریاضی و هندسی استفاده میکنن. دسته وکتور این دسته، پس نتیجه که دقت بسیار بالایی دارن، توی طراحی دقت بسیار بالایی دارن. ولی نرم افزار بیت مپ از دقت پایینتری برخوردارن. چرا؟ چون بر اساس کوچکترین نقاط تصویر طراحی انجام میدن که به اون کوچکترین نقاط تصویر کلاً پیکسل گفته میشه. خب این تا اینجا. اسم دیگه نرم افزار بیت مپ رستر. پس اگه جای خوندین که رستر هم جزء کدوم محیط هاست، سوالی چیزی شد، رستر جزء نرم افزارهای دسته بیت مپ، یعنی فرق نمیکنه. البته اسامی فارسی هم داره. وکتور اسم فارسیش برداری هست. مثال نرم افزارهاش مثل نرم افزار اتوکد، کارل دراو، فری هند، ایلاستریتور، فلش و هر نرم افزاری که تو زمینه طراحی درگیره. اسامی دیگه بیت مپ که گفتیم رستر، حالا غیر از اون طرح بیتی، نقشه بیتی، نگاشت بیتی و الی آخر اسامی دیگه. کلا هر نرم افزاری که با تصویر سر و کار داره جز این دسته است. خب و یه چیز دیگه هم براتون، این نرم افزار حجم فایل فوق العاده پایین دارن ولی این دسته حجم فوق العاده بالاتری رو دارن. چرا؟ چون بر اساس پیکسل کار میکنن ولی اونجا بر اساس معادله است و معادله هم حجمی نداره. توی ذخیره سازی فقط معادله هست که ذخیره میشه ولی اینجا مستقیم خود پیکسل هست که ذخیره میشه. خب نرم افزار کارل دراو یکی از قوی ترین نرم افزارهای طراحی کلا به صورت وکتوره که ما اینو با هم بررسی میکنیم. به محض اینکه CD نرم افزار رو گذاشتین